الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از خداوند بسیار بسیار کریم و رحیم خواهان او هستم که خدای مهربان تمنیات و مقصودها و آرزوهای شما را با فضل کرمش حاصل گرداند و الله مهربان هر یک مشکلات و سختی که در بالای سرتان باشد با فضل کرمش برطرف نماید و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت ما و شما را، میل و خواهش ما و شما را باز هم به سوی این دین پاک خودش زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که برای همه ما و شما یک حیات پاک، یک حیات خوب، یک روزهایی که در او الله مهربان همیشه از ما راضی باشد، از کردارمان، از روزگذرانیمان خداوند برای ما و شما این را نصیب گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند همه گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری هامون خداوند شفای کامل تید، مهاجرهای ما را، مسافرهای ما را هر جا که باشند خداوند برای اونها کشایش و برار و برکت نصیب گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان در این ملک های ما و شما، در این وطن بسیار محبوب و عزیز ما و شما خداوند خیر و برکات نازل کند، همه آفت ها، همه مشکلات ها، همه بدبینی و بدخواهی ها را خداوند از بالای این ملک ما و شما، از بالای این مردم شریف ما و شما الله مهربان دور کند و خداوند همه ما و شما را حفظ نماید و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند که خود میگوید نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، یعنی من برای هر کدام شما در این دنیا ساعتی را جدا کردم که همون ساعت را شما سپری میکنین و این دنیا را پدرود میگین و هیچ کس پیشی ساعتی مرا گرفتن نمیتواند. خداوند حیات مانم حیاتی با سعادت بگرداند، با ایمان، با محبت الهی، با ترس الهی زندگی کردن نصیب مان گردانه و باز به همین ایمان و به همین محبت های به دین مان سفر کردن از این دنیا را الله برای همه ما و شما نصیب بگرداند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و خیلی خیلی گرامی، الحال انشاءالله چندین سوال هایی که در پیش من هست من برای شما انشاءالله کتاب بینی کردم، هر یک مسئله ها را از نظر گذرانیدم و الله مهربان حاضر اگر برای ما مهلت دهد، امکانیت ما شود، من سوال ها را از یک لو می خوانم و جواب هایی که برای اون هم تیار کردیم و در کتاب ها همه جوابهاشون که موجود است
من به سمع شما میرسانم. پیش از این برادران عزیز باز هم الله را بسیار شکر گذاریم که خدای مهربان این امکانیتی را که الحال داریم الله را سپاسگزاری میکنیم که سوالهای شما به دست ما میرسد، جوابهای ما به گوش شما میرسد. این همش فضل الهی است، همه این مرحمت الهی است، همه این یک داد الهی است که خداوند مملکتمان، ملکمان که آرام یا تینج است، به این لحظه ها هم میرسیم که میشینیم و باز از شریعتمان و باز از دینمان با یکدیگر گفتگو میکنیم. الله مهربان همیشه دعاگوییم که خداوند همین نعمت هم از ما نگیرد. برادران عزیز و گرامی، من درس پیشینه سوال و جوابهایی که پیشتر داشتم، پیش از این من برای شما قبلا یک دعا را تعلیم داده بودم که اگر یادتان باشد راویش حضرت انس بود و جناب امام مسلم در کتاب معتبر خود، یعنی صحیح مسلم میگیم، این حدیث را آورده بود که پیامبرمان از 9 چیز پناه طلب کرده بود. من وی همچون یک معلم شما را همچون یک گوش کننده و شما را همچون یک گویم طالب این مراجعت کرده بودم که اینها را اگر با همون طریق عادی و ساده که من برای شما خواندم، اگر با همین زبان شکرینه که پیامبر نازنین اللهم انی اعوذ بک من العجز گفته دعا میکردن، با این اگر از یاد کنین که من معناهاش هم برای شما گفتم، این نور بالای نور، اگر مبادایی که با این زبان شما حفظ کردن نتوانین، با همون تاجیکی که من معنا میکنم شما با همون طرزم که دعا کنید، خیلی و خیلی اینم یک باز پیشروی ما و شما، این هم انشاءالله بسیار مراجعتی خوب در نزد پروردگارمون می شود. البته برادر عزیز، شما میدانید که خدای مهربان میگه دعا این عبادت است. الدعا هو العباده، این عبادت است. الدعا مخ العباده. پیامبر نازنین میگه دعا این مغز عبادت است، مغزش. همه چیز برادر عزیز پوچاق و پوستش نه، مغزش اعتباره. انمی دعا که عبادت باشد، مغز همون دعا هست. برای چی اینقدر مردم ما را بی رغبت دارن؟ یک نفر در قد کوچه میاد سلام میکنه، حاج بابا ده حق من دعا کن. یک زنده من میگذرد، ده حقش دعا کن. ببینید، یک خیر احسان صدقه میکند، دعا کن. هر یک حرکت های ما الحمدلله که به موافق این حدیث های جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. برای همین حتی ما از حدیث های پیامبر داریم که من لم یدعو الله غضب علیه. پیامبر میگه اگر دعا نکنید شما، من به شما غضب میکنم. یعنی من دعا کنید، دستاتون را بردارید به طرف من خواهش کنید، دعا را صدقاً کنید، من تا حاجت های شما را برآورده کنم. بین وقتی دعا نمیکنی خداوند دست نمیبرداری، از خدای مهربان خواهش نمیکرده، الله را غضبش می آمده. به این خاطر این من پیش موضوع، پیش هر یک درس من یک دعا میخوانم، به خاطر آنه که شما اینها را تا وقتی که ما این درس هامون میرود شما اینها را نویسانده بگیرید، زیرا برای شما در هر یک موضع این دعاها را کردن اجازت است. چی در لب دسترخوان باشید، چی در پشت نماز باشید، چی یک کس دعا دادن باشد، این دعاها دعاهای عمومی است. هر جایی که اگر دعا کنید این امکان دارد، این جای مخصوص ندارد.
زین لحاظ دعایی که دویمه که حاضر من برای شما تعلیم تیم، ایرا بچه حضرت عمر رضی الله عنه از عبدالله ابن عمر راوی این حدیث است. اینش هم امام مسلم در کتاب معتبر خود، یعنی صحیح خود، این دعا را آورده است که حضرت عبدالله میگه کان من دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی حضرت عبدالله میگن من یک دعای را که از پیامبر نازنین تعلیم گرفتم، شنیدم، میدانم، برای شما مقصد تعلیم میکنم تا شما هم این دعا را مقصد حفظ کنید و از همین دعای پیغمبر دعا کنید. پیغمبر من چی دعا کرده است؟ اللهم اینی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. از 4 چیز. این دفعه پیامبرمون از 4 چیز پناه طلب کردن. گفتن بار الهی، ای خدای بزرگ و توانا، ای خدای بی مثل و بی مانند، ای خدایی که یکتا هستی، ای خدایی که بی نیاز هستی، ای خدایی که هیچ توانایی و قدرت به تو برابر شدن نمیتواند. پناه طلب میکنم به سوی تو. یکم از چی؟ از زوال نعمتک، یعنی از رفتن نعمت به سوی تو پناه طلب میکنم. برادرای عزیز و گرامی، چی نعمت ظاهری باشد، چی نعمت باطنی باشد. پدر و مادرم نعمت های، فرزندم نعمت های، خانه و درم نعمت های، این آرامی کشورمون امروز نعمت های، این آبادی های در کشورمون نعمت های، باران نعمت های، برف نعمت های، شمالم نعمت های. ببینین همه اینا نعمت هم برادر عزیز. تن صحت نعمت های، زبان های گویا نعمت های، گوش میشنود نعمت های، همه اینا نعمت های. نفسی که میبرد نعمت های، نفسی را که فرو میبریم نعمت هست. همه اینها نعمت های الهی هم برادران است. ما یک استاد داشتیم از سودان افریقا بود و میگفت که همین انسان وقتی گرسنه میشود همین نعمت های. ببینید وقتی آدم گرسنه میشود، این بزرگی قدرت های الهی را بین که وقتی که آدم گرسنه شد، مقصد داخل انسان برای او آگاه میکند که مقصد چیز تناول کن. انا همونی که آگاهت میکنه گرسنه میشه، میگفت همین هم نعمت های. زین لحاظ دعا کردیم خداوندا پناه طلب میکنیم من زوال نعمتی، از رفتن نعمت هایی که در ما داده، از رفتنش پناه طلب میکنیم. خدایا این نعمت های دادگی تا از دست ما نگیر. 1 2 و تحول عافیتک. دیگر خدایا از دیگرگون شدنی حالت به سوی تو پناه طلب میکنیم. مثال من حاضر تنی صحت دارم، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم از بیماری. حاضر ثروتمندم، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم از ناداری. حاضر در آرامی زندگی دارم، پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم از ناآرامی. ببینید چقدر مقصد چیزهای مهم است. خداوندا به سوی تو پناه طلب میکنم از حاضر که خرسندیم، حاضر شاد که هستم، از غم و دقت، از پریشانی به سوی تو پناه طلب میکنم.
و دیگر و فجاعت نقمتک، خدایا از ناگهان آمدن آفت و بلاها به سوی تو پناه طلب میکنم. و جمیع سخطک، خدایا از همه نوع غضب به سوی تو پناه طلب میکنم. چی دعای زیبا برادر عزیز. اللهم اینی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک. 4 چیز. باز میگویم میتونین که شما ایرا با زبان این از زبان پیامبر من برآمدگی هم حفظ کنین. میتونین معنای را که من برای شما کردم از رفتن نعمت، از دگرگون شدن حالت، از ناگهان آمدن آفت و بلا و از جمیع غضب‌هایت. شما اگر همین با زبان همین فصیح تاجیکی خودمانم اگر دعا کنین انشاءالله زیبا. این هم یک درسی بود برادر عزیز که من برای شما گفته گذاشتم. اکنون میام به سر سوال هایی که مقصد در پیش من هستم من برای شما خوانم. اینجا یک برادر بر ما سوال کرده است که داملا گفته است حدیثی را مردم به زبانش میخوانند که حب الوطن من الایمان. آیا همین حدیث هست یا نه؟ یعنی معناش همین است که دوست داشتن وطن این از نشانه ایمانداری است. با این متن برادر عزیز از پیامبر حدیث وارد نشده است. یعنی حب الوطن من الایمان گفتگی ما نمیتونیم بگیم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا که هر گپی را که ما در قال رسول الله که داخل کردیم یعنی گفت پیامبر، اگر نگفته باشد ما با پیامبر گرامی تهمت زدیم. برای همین حب الوطن من الایمان این برادر عزیز نمیتونیم که ایرا پیامبر گفته است یا بگیم حدیث پیامبر است، لیکن معناش بسیار معنای زیبا ہے. اگرچند ایرا در بعض اصطلاحات از آن جمله عارفا، یعنی با اصطلاح امروزه بگیم صوفیه ها و شیخ ها معناها میکنن که مراد از این وطن یعنی جنت های، بهشت های، دوست داشتنش از ایمانداری های، معناهای خوبش میکنن. ولی برای شما اگر فهمیدن خواهید که این حدیث هست یا نیست، این حدیث نیست. حتی جناب علی قاری هم که یکی از فخر محدثین که پیروی از حضرت امام ابو حنیفه میکند که فخر مذهب ما و شما هست، در موضوعاتش در کتاب موضوعاتش حدیثای موضوع را جمع کردگی است. حدیثای بگیم انا بیکاره و باطل و بافته را جمع کرده است. از آن جمله این را هم در زمره همونا میارد که این حدیث نیست، این حدیث موضوع است. ولی برادرای عزیز من چخیلی که گفتم معناش معنای خوبه. دوست داشتن وطن از گوشه ایمانداری است. یعنی اگر ما برادرها ما نمیتونیم بگیم که مادام این حدیث نیست پس ملک تا دوست ندار یا زادگاه تا دوست ندار یا مملکت تا دوست ندار. نه برادر عزیز، این دلالت بر اون نمیکنه. ولی بینین من اینجا بعضی چیزها را آوردم از کتاب. میگه حضرت عبدالله ابن عدی ابن حمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الخزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ایرا امام ترمیزی، ابن ماجه، جناب امام دارمی و امام احمد هم در مسندش این حدیث آوردن.
برادرای عزیز این حدیثی بگیم صحیح است و حضرت عبدالله ابن عدی ابن حمراء چی میگه؟ میگه دیدم که در بالا یک تپچه خورده پیامبرمون از دور، مقصد وقتی که از مکه بیرونش میکردن، وقتی حضرت که مقصد اکو هجرت که میکردن به سوی مدینه، بالای میگه یک تپه خوردکه که برآمد و به طرف زادگاهش، به طرف ملکش، به طرف جایی که تولد شده بود، میگه چی گفت؟ گفت که قسم به بزرگی خدا، ببینین، لخیر ارض الله، تو بهترین پارچه زمین الله هستی و تو محبوب ترین زمین به سوی الله هستی. اگر به شرط مرا از اینجا خارج نمی کردن، ای مکه مکرمه، من از تو خارج نمی شدم. ای کاش برادر عزیز این محبت و میلی که پیامبر گرامی بر دیارش داشت، بر ملکش داشت، کاش که ما هم همین محبت داشته باشیم. ما هم باید گوییم ای تاجیکستان عزیز، ای کشور محبوب ما، بهترین پارچه زمین به سوی الله هستی، تو محبوب ترین پارچه زمین به سوی خدا هستی. و الله مهربان دعا کنیم که خدای مهربان هیچگاه ما را از این زادگاهمان، از این کشورمان هیچ وقت مقصد یگان سبب، یگان علت پیدا نشود و ما خارج شویم، ما بیرون شویم. بین پیامبر نازنین رو ببینید که چی یک وصف زیبا زادگاهش میکنه. بر همین برادرای عزیز و گرامی این دلالت بر همون میکنه که پیامبر ما که زادگاهش دوست داشت، اشاره به همه که هر کی باید زادگاهش دوست بداره، هر کی باید وطنش دوست بداره. وطن دوست داشتن معناش همیه که وطن دا باید خیانت نکنی، باید برای بهبودی وطنت اگر امکانیت مالی داری به مالت آباد کن، اگر امکانیت مالی نداری دست بردار دعا کن که خدای مهربان همیشه آبادی ها باشه. کسایی که در اینجا سعی میکنن، تلاش میکنن، خدایا عزت شان بده. به بیان کردن منم برادرای عزیز، شما اگر در کدام گوشه از دنیا نباشین، هوش و گوش شما به سوی همین وطنتان هست. ببینید این خودش علاقه دلالت بر همون میکنه که شما ملکتان دوست میدارین، وطنتان دوست میدارین. باید همچنان هم باشد. اگر یک نفر در نسبت ملک ما و شما یک حرفی به جا زند، شما باید صد راه او را گیرید. ببینید باز پیامبر گفته است که اینجا در امام ترمذی میاره، از عبدالله ابن عباس میارد رضی الله عنه، میگه قال ما اطیبکی من بلد و احبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی. این امام ترمذی با چی آورده است؟ با شکل دیگر از عبدالله ابن عباس گفته است که ای مکه مکرمه، چی یک ملک خوشبویی، بوی خوش داری برادرای عزیز. بین و باز چی میگه؟ و چی محبوبیت به سوی من داری. و اگر این قوم مرا مجبور نمی کردن که از این مکه مکرمه بیرون شوم، من هیچگاه این زادگاه ما عوض نمی کردم. برادرای عزیز چه سخنهای زیبا در حق این وطن خودش، زادگاه خودش. پس آیا جایی مقصد گویم یگان ناراحت کننده که ما بگیم که رنگ پیامبر گرامی، ای تاجیکستانی ما چی بوی خوش داری، ای تاجیکستان تو به سوی ما بسیار محبوبیت داری. این سخنهای پیغمبر چخیلی که وای مکه را گفت، ما تاجیکستان رو میگیم. و در دوامش همون سخنی که در بالا گفت،
اگر مرا مجبور از اینجا پیش نمیکردن مقصد، یا الله مهربان مرا امر نمیکرد که از اینجا خارج شو، من اینجا را هیچ وقت عوض نمیکردم. وقتی پیامبرمون مدینه رفت برادر عزیز، ببینید که چی دعا کرد. گفت که اللهم حبب الینا المدینه که حبنا مکه. وقتی مدینه رفت پیامبر، به هر حال وای گویم امو هوش و گوشش با مکه مکرمه بود آخی. برای همین دعا کرد خدای مهربان چگونه ای که مکه را دوست می‌دارم، چگونه وطن ما دوست می‌دارم، همان محبتی همین مدینه منوره را هم در دلم جا کن. یعنی همین مدینه را هم محبت در دلم جا کن که من مقصد در همین جمع که باشم، یعنی حتما باز یک ناراحتی دارم، حتما یعنی مقصد یک باز فکرهام با طرف هم زادگاه مای. برای همین خدای مدینه را به سوی من محبوب بگردان. خب میگه یکی از فضیلت همین صحابه ها هم برادر عزیز، یکی ای فضیلت صحابه ها هم، صحابه فضیلت زیاد دارند. یکی از فضیلتشون همین بود که وطنشون ترک کردن و مقصد مدینه آمدن. یعنی ترک کردن وطن که بسیار کار مشکل است، میگه یکی از فضیلتش همین بود. برای همین برادرای عزیز و گرامی، یعنی ترک کردن زادگاه یا از وطن بیرون برآمدن، این بسیار دشواری دارد. برای همین حب الوطن من الایمان برادر عزیز، حدیث هم که نباشد بسیار معنای زیبا دارد، بسیار معنای خوب دارد. انا معناش همیه که ما باید که وطن مون دوست بداریم. ولی یک حدیث خواندم برادر عزیز، حضرت عبدالله میگد که از عبدالله ابن حسن آورده است که ابن ابی دنیا در کتاب اخوانش در همین حدیث آورده، میگه 4 چیز نشانه سعادت است. میگه اربعون من سعادت المرء، 4 چیز نشانه خوشبختی بوده. یکم هر کسی که زن خوب داره، 2 هر کسی که فرزند خوب داره، 3 هر کسی که رفیق خوب داره، 4 هر کسی که اگر در زادگاهش یعنی در همین وطنش رزق روزی شبیه و بخره، همین 4 چیز در کسی باشد، میگد این خیر برای او است. این سعادت همو را خبر میده، این از خوشبختی همو بنده خبر میده که تو بنده خوشبختی. الله مهربان توفیق به همه ما و شما نصیب کنه که وطن مون دوست بداریم، ملک مون دوست بداریم. همیشه برای حفظش برادر عزیز مال داشته باشیم، مال صرف کنیم، نداشته باشیم دائم دعا کنیم که خدای مهربان ملک ما را امن و تینجی و آرامش نگه داره. خب سوال های دیگر. یکی از برادرای ما به نام رمضان که الحال در شهر ایرکوتسک زندگی دارد، نه پدرشان گذاشتن، خواهش کردن که در حق هم پدرشان دعا کنیم خدای مهربان این دادر ما رمضان که بسیار یک خواهشی خوب هم کردن، الله مهربان رحمت و مغفرت کنه، لغزش‌ها و سهو و خطاهاش با فضل کرمش بخشیده کنه، خانه آخرت چه خدای مهربان بر روضه از روضه های جنتش مبدل گردانه و این دادر ما رمضان هم خدای مهربان عمری دراز و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیب گردانه. آمین یا رب العالمین. سوال دیگری که آمده است اینجا دا گفتن آیا از همین تیلا چی مقدار زکات است؟ برادرای عزیز، کسی اگر ذخیره تیلا داره، وقتی که اگر وزن تیلای ما به 85 گرم برسد،
85 گرم طلا اگر در ذخیره‌مون داشته باشیم، پسنداز مانده داشته باشیم، نوبسته وای ساعتای، وای چالای، وای روچکای، وای گردنبند چیزی باشد، اگر وزن همو به 85 گرم که رسید، 2.5 گرم همو باید که هر سال یک بار از او باید تو زکات جدا کنی. یعنی 2.5 گرم شه به نرخ بازار میگردونی، همون را در آدمایی که مسکین و بیچاره و ناتوان هستند در همونا باید پرداخت کنی. اگر به شرط زیاد باشد، شما از همین روی 85 مقصد چیکار کنین؟ تقسیمات همون حساب حسد بردن بگیرین. و همچنان اگر خواهرای ما هم، هر یک خواهری که اگرچه خانشین هم که باشی ولی تا 85 گرم طلا را در دست داشته باشی، بگذار ای زیورات هم که باشد، یعنی گوشواره وای چیزی که باشد، یا یگان ذخیره کرده برای یگان روزی مقصد فرق نداره، برای دختر تای، برای یگان روزی وزنینی تای، ای همو 85 گرم باید 2.5 گرم شه زکاتی. اگر به شرط زکات ندادین، شما میدونین که مانعای زکات چقدر گناه هاشون از بینه. برای همین خواهرها و برادرای عزیز، از 85 گرم 2.5 گرم طلاتونه جدا کنین، باید که زکاتی. دیگر اینجا آمده است زکاتی، میگد اصل چی مقداره؟ زکاتی اصل هم برادرای عزیز، اکو اصل این در زکات نیو در عشر میدروید، چلی که میوه ها زراعت ها در عشر میدروید. عشر گفته با از مثال معنای 10 را میتد، 10 میتیم. اگر 10 کیلو سیب شید 1 کیلوش میتیم، 100 کیلو سیب شید 10 کیلوش باید ما مقصد چیکار کنیم؟ یا مبلغش میتی یا خودش میتی، اوش کار شما برادر، ولی فقط در گردنتون فرضه که این حق جدا کنی. همچنان اصل هم همینه، ای 10 کیلو اصل، 1 کیلو اصل شا باید برادر عزیز خواه اصل میتی، خواه مبلغش میتی. اگر مبلغش بتین با خوبتر میشد برای مردم فقیر و بیچاره، از اصل ده برامون پولش احتیاج مندن. لیکن در گردن شما فرض است برادر عزیز که باید که از اصل هم از 10 کیلو 1 کیلوش باید که جدا کرده تیه. فقط در مسئله میوه ها، در مسئله زراعت ها، اینجا فقط یک گپای، اگر آبیاریش، یعنی اگر هم درخت های شما از طریق آبهای چشمه یا آب باران اگر آب بخوره، اینجا در شما 10 میتین، ای 10 کیلو 1 کیلو میتین. لیکن اگر آبیاریتون با طریق مثال دویژاک باشه، مطار، یا آب مثال شما خریده بیارین، زراعت و درختاتون آب بتین، یا مقصد آبهای مثال چخیل گوییم، یعنی با طریق خریده گرفتن آب دادن باشه، در اینجا از 20 1 میتین، یعنی از 20 کیلو 1 کیلو میتین. اگر آبتون مقصد با طریق خریدن باشه. لیکن آب باران و آب چشمه، اینا آبهای که بی پول که هستن، مفت که هستن، اینجا در شما 10 میتین. دیگر سوال کردن، آدم شرابنوش، زیناکار، دزد الحال در ترمه است، سخن پدر و مادرش نمیگیرفت، حاضر یاردمش کنیم، همین اجازت است؟ بعضی برادرها اگه نام های ناحیه تانا نگیرم، برای اینجا نام ناحیه هم آمد از کدام ناحیه این سوال داده است. انا البته برادر گپ آدم در مسئله یاردن نابسته وی کسی باشد نباشد، شما دستی وی بگیرید. شما بینید که یاردن کردن یا صدقه دادن از صدقه های نافله گوییم، فرضی نه. حتی آدمی که مسلمان نیست، ایمان ندارد، اسلام اجازت میده که همون را یاردن کنید.
در همان صدقه کنین، همون دم ثواب میگیرین. حالا که این برادری ما اگرچه این کارها را کرده باشه و زندان رفته باشه، اگه گمانم همه که بعدی مثال زندان شدن، شاید در این آدم یگان پشیمانی هم پیدا شده باشد، شاید یگان خودش اصلاح هم کرده باشد. برای همین شما یاردم کنید. هیچگاه نگویید که این شراب نوش ای، این زناکار ای، این را یاردم کردن. نه، وقتی یاردم کردی با نصیحتش کن، رفتی پیشکش بگو بچم دیدی که همین کارها کارهای خوب نبوده، دیدی که تو همین کارها مقصد همین زندان یا همون مقصد همین مشکلاتی به سرت آمد، دیدی که از پشت چی کارها آمدی، همین اذیتی که تو میکشی دیدی که از پشت چی بوده. برادری عزیز که مقصد این روزها که گذشت دیگر اکب دنبی این کارا را پرتا توبه که به سوی الله مهربان، نمازها بخوان، این مبلغ بگیر در جانک شیرین صرف کن، تلفنات بابتش کی یاردم در کار شید. من برادر عزیز مقصد در قوتتم، یک آدم از شما برادر عزیز یک آدم سبب رای درستش بشه، آخه اصلا همین دعوت برای کیه؟ دعوت برای همین آدم نمازخانه، همین 4 نمازخانه جمع کنیم همواره دعوت کنیم. همین آدمی که ای نماز دوره، آدمی که مقصد ای اسلام دوره، آدمی که قاعده و قانون دین نمیدونه همون را دعوت میکنی. آخه ایش زناکاره، اوش عرق نوشه، ایش بیریشه، اوش بیستره، آخه اینها را هم دعوت کردن در کار کو. اینها قطعی هم شیشتن در کار کو، اینها هم انسان هم کو. حدیثی مشهور داریم که وقتی یک یهودی را تابوت چه میگذرانیدن، پیامبر منجاش بلند شد، گفتن ای پیامبر بشی این یهودی ای، مقصد دشمنی مسلمانه نخیزه جا. پیامبر من یک سخنی بسیار بلنده گفتن برادر عزیز. چی گفتن؟ الیست نفسن؟ گفتن آیا انسان نیست؟ برادر عزیز گوش کنین، آیا انسان نیست؟ یعنی انسان در پیش خدا احترام داره، این مخلوق خدای، این را الله آفریده. برای همین این چیزها در برادران ما و شما را بد نرسه. من ده ها آدم میدانم که از ما منتداری میکنن که ما در همین راه ها بودیم، بابای حاجی وقتی شما را گوش کردیم از همین راه گشتیم. پیامبر من حضرت علی را چی گفت؟ لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. یک آدم اگر راه درسته تو سبب شوی و وای پیدا کنه و سوی الله از یک شتر سرخمویی که تو قربانی میکنی این بهتر است. یک شتر سرخمو را در عربستان میگه تا 10 میلیون دلار میفروشن. از این مردم باید ما برادرای عزیز باید هیچ وقت عینه زیاد دور نریم، اینها را دعوت کنیم، اینها قطعی بشینیم، اینها قطعی صحبت کنیم. پیامبر چی گفت؟ آخه آن چیزی را که برای خودت دوست میداری برای برادر مسلمان تا دوست نداری ایمانت کامل نیست. یک قصه بسیار زیبا است. حضرت مالک ابن دینار میگه در یک کشتی سوار بودم، در یک گوشه که کشتی میگه 4-5 تا همین مردم نشستگی بودن که در پیشون همین شراب ها موندگی و می نوشیدن، می خندیدن، وقت خوشی میکردن، بگیم عرق نوشی میکردن. حلقه مالک ابن دینار همه خیلی نفرهایی که اکو با ذکر مشغول، همه مقصد بگیم که با قرآن خوانی مشغول. میگه یک نفرش گفت حضرت گفت در حق همین بدبخت های دعای بد کن. این بدبختی را بگفت یا عرق نوشیدستن، ما در درون یک بحر رفتیم، آخه ای پشتی مقصد همین بدبخت ها یگان آفت و بلا به سر ما نیا. حضرت مالک برادرای عزیز، ولی بعضی همون میدونی برای چی هم خیلی حالت ها در اونا راحت میشیم؟ برای که علمون اندکه، جهلمون زیاده. حضرت مالک ابن دینار میگه دستش برداشت گفت خدای مهربان همین
4-5 نفری که همینجا معصیت دارن، یعنی عرق نوشی دارن، وقت کشی دارن، خدایا همین ها را داخلی جنت که. الله اکبر. میگه نفرهایی که با امام حضرت مالک ابن دینار قطع نشسته بودن، همش میگه با حضرت مالک غضبناک شدن، گفتن چی دعا بود مقصد، یا را صدقه این دعا کنه، چی وی خیلی دعا کردی؟ گفته برادرای عزیز، گفت همین سخنایی که من قبلا گفتم، گفت پیامبر چی گفته است که برای خودت آنچه را دوست بداری برای اینها دوست بدار، منم دوست میدارم که اینا جنت بروند. یعنی شما سگو بدانید که پیش از آنه که اینها باید جنت بروند، اینها اول اصلاح میشوند، پاک میشوند، اطاعت خدا میکنن، بعد جنت میروند. یعنی این دعای ما معناش همیه که اینها را اصلاح میکنه و اینها بعد اصلاح شدن میروند جنت. دیدین برادر عزیز و گرامی؟ ولی من میگم کسایی که درو ناراحت میشین، که ممکن ناراحت هم شین، ای حاجی میرزا با زیناکارا را و شرابخورا را تعریف داره. نه، اینجا تعریف گپ نمیرود. پیش پیامبرمان یک نفر آمد، چی گفت؟ گفته حبیبی خدا، من همین زنا کردن دوست میدارم. در گرد پیامبر او صحابه ها طاقت شنیدن این گپ نداشتن، خیستن ایجاشون خواستن که صد راه همون شوند، شاید خواستن همون را مقصد لط کوب کنن. پیامبر ما گفت بشی بچم اینجا بشی. شناندش گفت همون زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای مادر یک برادری تو است. همون زنی را که تو میخواهی که زنا کنی اپا یک برادری تو است. همون زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای خواهر یک برادری تو است. زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای زن یکی از برادرای تو است. آیا میخواهی که با مادری تو، با اپای تو، با زنی تو، با خواهری تو کسی زنا کند؟ میخواهی که خیلی شان شرفی تو را پس کند؟ گفت نه حضرت. گفت پس بچم هرگاهی که دست به همین کار زدی، در پیشت همون مادر و همون اپا و خواهر و زنی خودت پیش رو بیار که اگر همین حالت در روی تو بیاد، پس چگونه خودت تصور میکنی؟ این جوان میگه در حال گفت حضرت دعا که گفت، دعا که گفت از همین کاری بد بگردم. پیامبر گرامی در حقش دعا کردن، یکی از آدمای ولی شید، یکی از آدمای خداشناس شید. بین وقتی وای گفت زنا میخوام، پیامبر حقارتش نکرد، گفت بشی بچه جان بشی. برای همین ما برادر عزیز حق نداریم که هر یک نفری را که چی میدانی تو، همون گفتی شاعر که کس نمیداند در این بحری عمیق، سنگریزه قدر دارد یا عقیق. از خود همین مالک ابن دینار میگه، حکایه میکنن، میگه روزی آمد، میگه در قد راه یک آدمی مست افتیدگی بود، مست بود، میگه گرفت پایان شد، میگه نشست و آب گرفت، میگه لب دهن همون را میگه شست تازه کرد میگه و شینانده شد. گفت خدای مهربان، نعمت هدایت سیا نعمت بزرگ است. ای الله مهربان، از همین بنده دورش نکرد. خدایا ای نعمت همین هدایت همین را برخوردار کرد. خدایا مقصد ای حالتی که ای بنده را ببین. آخه اگر یک نفر به ذات تو نزدیک شود چی زیان داره؟ میگه از بین یک روز گذشت، میگه مالک ابن دینار میگه در مسجد دیدش که نشستگی زار گریه میکنه. معامله را بین، چخیل مردم با چخیل راههای خوب دعوت میکردن، چی کارهای را انجام میدادن، مردم هدایت میافتن، در حقشون دعای خیر میکردن. حضرت عمر را بینین در ابتدا کی بدوای کار در کشید، گفت تا پیغمبر سرش نبرم کار ما در غلاف شده میمانم. یک پیغمبر در حقش دعا کرد، خدای دعا چی کرد؟ حضرت فضیل ابن عیاض که یکی از عالمای بزرگ است، در ابتدا میگه من دزد بودم، دزد.
ولی دعای یک نفری را که همو را طلا و تاراج کردگی بود، دعای همو تأثیرش کرد، هدایت یافت. برای همین برادر عزیز هیچ وقت بدگمانی هم نکنیم، یاردم کنیم و در جای با یاردم در برابر یاردم با نصیحت مونم بکنیم. این است برادر عزیز، گوییم که دعوت درست دین همیه. سوال دیگر، خب گفته است که زن ما با نامش فیراد کنم درسته؟ یعنی زن ما فیراد کنم نامش بگیرم، بگذار چی نامی که داشته باشه؟ چه که پیغمبر ما عایشه را نامش میگرفت، حفصه را نامش میگرفت. برای همین نام زن تا گرفته فیراد کردن گناه نیست. یا اینکه اگر زنک مردکش هم که نامش بگیره فیراد کند هیچی باقی ندارد، درسته، اجازت های، یگان گناه و یگان بی‌حرمتی نیست. سوال دیگر، علم افضل است یا عقل؟ یک از است که انا سوالم کردن که علم بالاتره یا که عقل؟ برادر عزیز، علم صفت پروردگاره، اما عقل این صفت بنده ها ہے. اگر الله را عالم گفته می شود، خداوند عالم گفته می شود، لیکن خداوند عاقل گفته نمی شود یا با عقل گفته نمی شود، زیرا که این صفت بنده است. پس برادر عزیز معلوم می شود که علم افضل ای عقل ہے. علم افضل از عقل ہے، یعنی علم صفت خداوندی ہے، عقل صفت بنده ہے. خداوند عالم گفته می شود و عاقل نه، با عقل نه. برای همین علم افضل از عقل است. سوال دیگر برادرای عزیز و گرامی، اینجا یک سوال آمده است که میگه، من در اینجا نگاه کردم، یک کس گفته است که آیا همین گوشت شتر اگر بخوریم، گوشت شتر اگر بخوریم باید ای پشتش ما طهارت کنیم؟ زیرا که یعنی همین دوام چند روز آخر ما را همین سوال ها را کردن. یکی گفتن که انا ما شنیدگی بدیم ای شما داملا که در حیوان 7 چیزش حرامه، لیکن گفت الحال با کدام فتواشون داده که وقتی که خواه گاو باشد، خواه گوسفند باشد، خواه اسب باشد، وقتی حیوان که حلال شد همش حلال گفته است. اونها کدام موعظه ما را گوش کرده بودن که من گفته باشم که 7 عضو حیوان حلال نیست نخورینش. همین دو سوال برادرها از ما همین طی چند روز از طرف بگیم زفرآبادم، از خود دوشنبه هم، از خود بگیم که انا باز از شهری نو هم بچه ها سوال دادن، گفتن همین را که یک ببینین داملا مثلا چیز. من جواباشون را گفتم، ولی به هر حالم که باشد ما را گفتن که همین چیزا شما با دلیل حجت در سوال جواب تان مقصد جواب گوین، ما برای خودمان مقصد گرفتیم، ولی تا مردم دانن که مقصد درستش کدامه. ولی مسئله ای گوشت شتر آیا طهارت کنیم یا نکنیم، در دست من برادرای عزیز همین کتاب، انا کتاب درس ترمیزی، این مؤلفش مولانا محمد تقی عثمانی. این برادرای عزیز یکی از بسیار عالم های معروف و مشهور، الله مهربان حفظش کند، در همین کتابش آورده است که اینا در همین جا آمده است باب الوضوء من لحوم الابل، یعنی طهارت کردن از گوشت شتر. برادرها در اینجا من نگاه کردم، میگه مسلک جمهور این است که وضو از گوشت شتر واجب نیست، یعنی جمهور بر همیه.
میدونید که یعنی 4 مذهب هیچ کدامش مقصد غیر امام احمد حنبل 3 امام دیگر ابو حنیفه و مالک و شافعی بر همینن که از پشت خوردن مثال گوشت شتر واجب نیست که ما طهارت کنیم. اینجا دا انا گفته است که وضو از لحم ابل واجب نیست. در حدیث باب مراد از وضو دست و روی شستن است و این امر برای استحباب است. این وضویی که میگه در حدیث ها آمده است که پیامبر گفته است کسی گوشت شتر خورد وای وضو کند، میگه مقصد همینجا میگه دست روی شستن است از جهت استحباب به خاطر ثواب. برادر عزیز که یعنی دست هاتون بشوین و روی هاتون بشوین، دهن هاتون، یعنی یک گویم طهارتی یعنی نه واجب نه، فقط یک دست رو را شستن. ولی باز در دامش میگه در اینجا میگه سوال پیدا میگردد که آیا با گوشت شتر چرا این حکم با طور خاص آمده است؟ جواب آن را حضرت شاه ولی الله دهلوی چنین گفته است: در اصل گوشت شتر برای بنی اسرائیل حرام گردانیده شد. یعنی در بنی اسرائیل خداوند خوردن گوشت شتر حرام کردگی بوده است، اما برای امت محمد صلی الله علیه و سلم جایز گردید. لذا برای شکرانه این حلال کرده یعنی اباحت وضو مشروع و مستحب شد. یعنی این گوشت شتر که برای بنی اسرائیل خدا حرام کردگی بود، وقتی برای امت محمد صلی الله علیه و سلم حلالش کرد، میگه برای شکرگزاری همین نعمت بین وضو کردن، یک وضوی شکرانه، یک وضو کردن برادر عزیز مستحب دانستن. چهره که ما میخیزیم از درک نماز شکرانه میخوانیم یا شکرگزاری میکنیم خدا را که ما با این مثال این نعمت در ما زیاد کردی، همین مثال حرام کرده در بنی اسرائیل بر پیامبر خودمان امتش حلال که کرد. میگه شاه ولی الله دهلوی را گفته سید، میگه به خاطر همین شکرانه یعنی یک وضو مستحب شید، یعنی کردنش ثواب، نکردنش هیچ گناه نداره برادر. زیرا چی میگه؟ میگه در گوشت شتر و شیر شتر چربی و بوی برادر عزیز میگه زیاده. ببینید یعنی مادامی که گوشتش خیلی که یک گوشت میخوری دستا چسبک میشود، یا میگه گوشت میخوری کم کم بوی که داره، برای همین خاطر پیامبر ما گفت که شما بخیزین مقصد دستکاتون بشوین، دهنهاتون چقه کنین. حتی دیده بودین که پیامبر ما بعد شیر خوردن، ولی همین شیرم در دهن یک بوی میتد، پیامبر ما بعد شیر خوردن حتی دهنش چقه میکردن، مسواک میزدن، به خاطر هم یک کمی بویی که در دهن ای بوی شیره همون دور شود. این معنی را ندارد که همین شتر که خوردی باید بدوی برای واجبه که در گردن مقصد انا طهارت کنی. اینجا میگه مراد از فرمان توضع، همون توضع همونی که در حدیث آمده است، میگه این شستن دست و دهان است به خاطر بوی و روغندار بودن و چسبک بودنش. برادر عزیز یعنی ایرا شستن فقط یک چی میگه؟ شستن یک دست یک دهان میگه. اینجا طهارت کل نیست. و در اینجا یک قصه هم میارن، میگه بار پیامبر گرامی، ولی اگر در همین کتاب ها هم آمده است، میگه بار میگه همه کسا نشستن گوشت شتر خوردن، به ناگاه میگه در همون بینشون میگه یک بوی بلند شید. که الله دانا است مقصد باد برآمد، از کدامش باد برآمد و برای آن که پیامبر مقصد هیچ کدام اونها را یکی مبادایی که مقصد کی مقصد بادی کی بود گفته در بین مردم او را یگان خجالت دنمانه، گفت که کسی گوشت شتر خورد است خسته را طهارت کنه. یعنی مقصد چی؟ در اونجا همه گوشت شتر خورده بود، یعنی همه خیزیم برای طهارت کنی. اینجا مراد حیا هست برادرای عزیز و گرامی. برای همین
ما از ظاهر حدیث حکم نکنیم. ما اینطوری حقی نداریم که از ظاهر حدیث حکم کنیم. الحمدلله رب العالمین این قم مجتهدهایی که در مذهب ما داریم، این قم مفسر و محدثایی که داریم، آهای حدیث اینها حل میکنن. برادر عزیز و گرامی، حکم اینها برآورده میتونن. ما از ظاهر حدیث حکم برآورده نمیتونیم. مسئله دیگری که اینجا دا گفتن، همون مسئله که حیوان مقصد 7 عضوش ما گفتیم حرام است. بله برادرای عزیز و گرامی، بینین در کتاب تمام کتاب های مذهبی خود ما، در کتاب ذبائح، در کتاب کراهیت نه، اضحیه نه، کتاب ذبائح، طریق درست ذبح کردن حیوان ده. از آن جمله من در کتاب انا دورالمحتار دیدم، در کتاب ابراهیم حلبی دیدم اینا مقصد، انا در کتاب فقه الاسلام و ادلته وهبه زهیری دیدم. هر کتاب مذهبی ما برادرای عزیز این مسئله را آوردگی هست. اینا من برای شما خانم که مثال چی گفتن، گفت است که از حضرت امام مالک حضرت امام ابو حنیفه میگن که حضرت امام ابو حنیفه آورده است که 7 چیز از عضو حیوان حرامند و در زیرش همون آیت سوره اعراف 157 دلیل آورده است. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. همین آیت حضرت امام ابو حنیفه دلیل میارد و میگوید که در حیوان 7 چیز. یکم دم مسفوح، همون وقتی مکی حیوان که میزنن خونه که بیرون میشود همون را دم مسفوح میگن. و حرام بدنش حتی در سوره مائده هم آیت 3 را بینین، انعام 145 بینین، در همون هم این حرام بدن خونی مثال بگیم همون گردن یا خونی همون مک میگیم، همون با آیت حتی ثابت است. دویم گفته است ذکر، یعنی همون نرینگی حیوان، خواه بقه باشد، خواه گوسفند باشد، خواه اسب باشد، و هم حرام. 2 3 مایه هاش برادر عزیز. 4 القبل گفته است، یعنی همون اگر حیوان مادینه باشد مادینگیش، خواه از باز میگم اسب باشد، خواه از مثال یعنی گوسفند باشد، خواه از گاو باشد، این القبل میگن. دیگر الغده، غدهش بودم غدق میگیم. بعضی غدق ها در درون همون گوشت همون حیوان ها هست، این همون قصابا را برین ببینین دایم با کرچو میبرن میپرتوینشان، یعنی همون غدق هم حرامه. 6 مسانه میگن، مسانش خچکدان هم امام ابو حنیفه حلال نمیگه. میرارش تلخدان، اون تلخدانی که هست، همین 7 چیزه در مذهب امام ابو حنیفه برادر عزیز. حتی این قول امام شافعی هم قبول دارد، امام مالک هم قبول دارد. برای همین یعنی برادر عزیز مطابق نظری بگیم مذهبی خودمان که حتی در اینجا از کی هستین؟ از جناب اوزاعی حدیث میاره، میگه ان اوزاعی ان واصل ابن ابی جمیله ان محاهید قال کره رسول الله صلی الله علیه وسلم من الشات الذکر والانثیین والقبول والغده والمراره والمسانه والدم لانه مما تستخبثوه تستخبثوه الانفس و تکرهوه. این برادرای عزیز و گرامی، انا حدیثی را که جناب امام اوزاعی آورد میگه که پیامبرمان بد دیدن.
چرا از گوسفند همین هفته که من در بالا برای شما مقصد گفته گذاشتم. و همچنان شما ببینید برادران عزیز که بخاری و مسلم حدیث میاره، ای حضرت عبدالله ابن عمر، ای حضرت انس میگه الذب لست آکلوه ولا احرموه. پیامبر گفته است که همین سوسمار است، ولی همین سوسمار شما در صورت چالی ببینید بسیار یک شکل بدرو داره. پیامبر ما گفته است که من نیستم که وی را نمیخرمش و حرامش هم نمیگویم. اگر چنده که برادر ابن عباس میگه در پیش پیامبر میگه همین سوسمار خورد، ولی پیامبر ما نخوردن. ولی و همچنان گفتن از خرگوش نه حرامش میگم نه میخرمش. برای چی؟ اینجا ما آیتی را که ابو حنیفه آورده است برادرها و یحل لهم الطیبات، حلال گردانید خدا برای شما پاکیزه ها را و یحرم علیهم الخبائث، و برای شما حرام گردانید خبائث را. خبائث برادرای عزیز هر چیزی که طبیعت آدم خیره کنه. طبیعت آدم یک طبیعت داره. وقتی که چیزی را که با آیت قرآن حضرت امام ابو حنیفه دلیل و حجت کردن که مقصد طبیعت وقتی وی قبول نمیکند همین در زیر همین خبائثی که الله گفته است در همین کلمه داخل می شود. شما یک فکر گیختان همون غدوکی که من میگم، ولی غدوک که ببینین همون را در پیشتان بیارم بریانم که کنن خوردهش نمیتونیم، یا خشکدان شد یا تلخدان شد، یا برادرای عزیز اگر بسیار قبیحی بچه و همون مادینگی همون گاوی یا مادینگی مثال همون اسبی همون را بریان کنن بیارن در پیشت ما خورده میتونی. یا اسب حلاله ذکری همون را اگر مردینگیش بگیم یا هم نرینگیش بریان کنن بیارن در پیشت ما خوردهش میتونی. برای همین چیزی را که در دایره مذهب ما برادرای عزیز و گرامی خدا رحمت کنه این عزیزای خدا را وقتی که مهنت کردن و اجتهاد کردن و که حق اجتهاد هم دارن، سخنشون قبول هم هست و ده ها مجتهد ها که همه اینها هم به این عقیده هستن، برادرای عزیز پیروی از این سخنها کنیم. هر یک مسئله را که مقصد میبراید در زیرش قول مجتهدا را ببینیم. ما راستا از آیت قرآن حدیث پیغمبر آیت که خواندم باید ما تفسیرش نگاه کنم که در تفسیرش چی میگه. وقتی حدیث میخوانم باید شرحش نگاه کنم، ظاهر حدیث نگاه نکنم که شرح حموده چی گفتن، مقصد از این چی است. چرا پیامبر وقتی که سوسمار اگر حلال باشد چی با میگه نه میخرمش نه حرامش میگو؟ برای که تعب حضرت هم در خوردن همین سوسمار نشید، یا گو خرگوش هم نه میخرم نه حرامش میگم، زیرا تعب حضرت در خوردن همون نشید. انامین و یحرم علیهم الخبائث، در هر چیزی که تعبی مقصد تعب اگر سالم باشد این چیزها را خوردن نمیتونن. برای همین برادرای عزیز و گرامی مقصدی من آنچه که دلیل هایی که در کتاب ها، هر کتابی که در مذهب من داریم، کتاب های معروف و مشهوری که داریم، هر کدام شبینین ابو حنیفه همین 7 چیز حرام حکم کردگیه. برای همین ما وقتی پیروی از مذهب ابو حنیفه میکنیم برادرای عزیز با پررگی پیروی کردن در کار. این خیلی نمی شود که این آیت ایتا گفته است حدیث ای خیلی گفته است. آیت حدیث اینها میفهمند، من شما نه برادر عزیز. الله مهربان خاتمه هممون بخیر کنه، ایمانمون با سلامت نگه داره و خداوند توفیق منتید که از اون چیزی که من در سوال و جواب ها گفته گذاشتم خداوند عمل کردنش نصیب من گردانه و الله مهربان توفیق منتید هم از آیت های قرآن، هم از حدیث های پیامبر، هم از پیروی مذهب مونه خدا توفیق منتید. برادرای عزیز و گرامی بسیاری از مسئله ها را در قبول نکنید و احتیاط کنید که بسیار یک دوره هایی هست که بسیار نزاع زیاده، فتنه ها زیاده. هر مسئله را شکر خدای مهربان امروز در جمهوری علمای مذهبی بسیار داریم
که از اونها شما سوال کنید تا که با در یگان شبهه و با شما در یگان مقصد فتنه و در یگان با رویه دیگر نرید. احتیاط کنید این مسئله را. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین.